جان همین نماز نفل بعد عصر باید نخوانی یا بعد شام؟ سه حالت هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز نفل خوانی من کردگی هستند خواهرم. حدیث عبدالله ابن عباس است. یکی از وقت بعد از نماز عصر تا وقت شام، یک وقتش بعد از نماز بامداد تا وقت آفتاب برآیی، یک وقت دیگرش در وقت قیام، اون هم تقریبا 10-15 دقیقه پیش از نماز پیشین. همین سه حالت نماز نفل خواندن ممکن است. در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه حتی قضا هم خواندن ممکن است در بعضی قولهای راجحشان. همین سه حالت است. دیگری وقت که خواستید نفل میخوانید. جزاک الله خیر استاد و جان. یکم خواهر گلنوره دیگر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. استاد جان یک سوال داشتم. همین سوره یوسف در وقتی که حضرت یوسف علیه السلام خواب میبینن که اما خوابشون بعد پس از مدتی که پدرشون حضرت یعقوب همراه برادرانش مثل برمیگردن، وقتی که سجده میکنن استاد جان، هوای سجده ای که با پیامبر کردن یا که وای سجده فرق میکرد یا اینکه جایز بود اون وقت همین سجدهش هیچ نفهمیدم. سجده که فهمیدم پدر و مادر و برادر سجده میکنن. اونجا یک قول آمده است که اون سجده سجده شکر بود، سجده شکرگزاری به پروردگار بود. یک قول دیگرش هست که نه، اون همون سجده به حضرت یوسف بود اما جایز بود. چگونه ای که مثلا به حضرت آدم الله چی میگوید؟ به فرشته ها میگوید به حضرت آدم سجده کنید. اون سجده عبادت نه، اون سجده احترام بود. اون سجده احترامی بود که چگونه ای که فسجد الملائکه کلهم اجمعین میگوید الله تمام فرشته ها به آدم سجده کردن. اون سجده عبادت نه، اون سجده چی است؟ احترام. اون سجده احترام. یک قول از این است که اون سجده شکر برای الله بود و به حضرت یوسف نبود. دویمش این است که نه، در اون وقت سجده جایز بود به یک نفر همچون احترام جایز بود و اون سجده رو هم آنها از جهت احترام کردن، نه اینکه از جهت عبادت.